همون زمان سفارت روسیه رو آروم نمیگذاشت در بخارا. ببینیم استاد عینی هم یکی از قربانی‌های همون چی هستن. اونا گفته استادن که شما هم صحبت سیاسی می‌کرده، یعنی تهمت استاد عینی وقت چه بود صحبت سیاسی کردن. اینجا دیگر یک دیالوگ و گفتگوی بسیار عجیب بین استاد عینی و همین قشبگی بخارا میشه. چرا درباره شکست روسیه در برابر اون زمان دولت عثمانی صحبت. بعد گفت که سبب معلوم شد. خوشبگی چون مولای مشهور هست اگر شما گزارش خونید دقت دیگر رو جلب می‌شود شما کتاب خونید بهتر. استاد در یک صحبتتان گفتید که گزیده بخارای شریف نشر میشد. تاثیر اون چگونه بود؟ بله ما یک صحبت درباره گزیده بخارای شریف و تورون گفتیم. اول بخارای شریف میبره به زبان تاجیکی، بعد از چند ماه دیگرش تورون میبره به زبان ازبکی. خیلی به مردم تاثیر میرسونه در حقیقت. ببینیم اگر استاد عینی پیش از اون که درباره این چیز گپ بزنن میگن که در ترکیه یک تبدلات سیاسی به عمل آمد. سال 1909 سلطان عبدالحمید بعضی گروه سیاسی میبرن مجبور میکنن طلب میکنن که یعنی که به اصطلاح حاضر گیم منارخی کانستیتوسیونی شود. یعنی که در سر دولت مثلا هم امپراتور میشود یا شاه میشود، پارلمان دولت اداره میکنن. که من مثلا شما حضور دولتی چی است بریتانیا مثلا. خب سلطان به این چیز اجازه میده اون زمان مشروطیت میگفتن. دولت بنا میشد اون وقت دولتی مشروطیت میشد، یعنی که پارلمانتی میشد، یعنی که خلافت عثمانی در زد. بعد استاد میگن که در مرکز خلافت اسلامی یعنی استانبول همون زمان گزیده و ژورنال های میگه آزاد فکرانه دینی و سیاسی اجتماعی هم سب پهن میشه. همینجا استاد میگن که یه نفر به نام عبدالرحمن سعیدی یک گزیده از اون زمان از استانبول میگه با به آورد که نامش صراط المستقیم بود. صراط المستقیم این هم یک گزیده بعد از این چی وقت ترکیه دولتی سو بگوییم که پارلمانتی میشود، منارخی پارلمانتی میشود یا کانستیتوسیونی. در اون حالت میگه همین گزیده با میومد میگن که همون زمان فاضلان مرکزی همین خلافت اسلامی اون زمان در حساب استانبول در اونجا مثلا مقاله خودشون فکر خودشون می نویسن میگن همین چیز یک جمله عجیب داره میگه که در تفکرات ما تغییرات اساسی به عمل آورد. همین چیزایی که میخوندیم میدیدیم از این گزیده ها. این گپی کی است؟ استاد عینی. یعنی بعد وقتی که میگه همین چیز بخارا با اومد و همین چیز پهن شد به شکل عام، افکار عمومی بخارا نیز یک جهش به وجود اومد. اینا جمله استاد عینی است. فهمو؟ الان وقتی که این چیز میخواد نشر شد ببینید در گزیده ها درباره جنگ بالکان گپ میزنن. این بدتر شده. دو سه سال وقتی که جنگ سه چهار سال جنگ جهانی سر میشد یکمش اونجا میگن که درباره ایتالیا درباره بالکان درباره فلان گپ میزنن. مردم از جهتی مردم بخارا میگن بی سواد بود، بسیار اکثرش نمیدونست درباره جغرافیا مثلا درباره سیاست درباره فلان، البته مردم معلومات پیدا میکنن درباره اروپا معلومات پیدا کردن. مردم میگن که خب در فکر جوان خوندن و نوشتن و تربیه و ادبیات این چیز جوگیر شد. میگن مردم البته حرکت کردن که بچه‌شون خونن سواد پیدا کنن یعنی اون بزنن. البته ببینید در نتیجه اون که همین چیزها مردم تاثیر آورد و درباره جنگ بالکان و درباره جنگی که مثلا مسلمان‌ها در اونجا علیه روسیه مثلا غلبه میکردن و اینا این خبرها پهن میشد مثلا در اونجا. و این چیز همون زمان سفارت روسیه رو آروم نمیگذاشت در بخارا. ببینیم استاد عینی هم یکی از قربانی‌های همون چی هستن. قربانی‌های همین استنتاقی که سفارت روسیه و سفیر روسیه توسط که قشبگی و اصلاح سروزیر میکرد. استاد میگن که یه روز دوستان با ما خبر دادن که توی آدمای قشبگی فریاد دارد اینکه کافته اومدن. استادم حیران میشن برای چی مثلا من میکافته از قشبگی در مدرسه میبرن که استاد نبودن. وقتی میبینن شاگردا خبر میدن رفیقا خبر میدن که شما رو کافته ایستادن. بعد میفهمن که اینجا همون یک عباره عجیب است. طلبای دیگه میگن که اونا گفته ایستادن که شما هم صحبت سیاسی میکرده، یعنی که از من چی میخواد آدمای قشبگی گفتن که شما صحبت سیاسی میکرده، یعنی تهمت استاد عینی وقت چه بود است صحبت سیاسی کردن. خب میگم من منتظر نشدم که با از دیگر بیام رو کوباند خودم نزد قشبگی رفتم. اینجا دیگر یک دیالوگ و گفتگوی بسیار عجیب بین استاد عینی و همین قشبگی بخارا میشه. اینجا میگن نزد قشبگی در اومدم من خودم معرفی کردم که من مثلا فلان هستم، چون که قشبگی من نمیشناخت. یعنی شاید که نامش شونده بود لیکن شکل خودم نمیدونست که من چه خیلی آدمم. بعد وقتی شش نام میگه کاغذ از زیر زانوش برآورد و
گفت اخبارنویسان روس چند کس را صحبت‌های سیاسی میکنند، از شکست روسیه و غلبه گرمانی و ترکیه گپ میزنند گفته نوشته‌اند. در بین آنها شما هم هستید، یعنی که نام شما هم هست. ببینید این یه عیب است که یک دولتی بگن یک سفارتش نسبت یک شهروند امارت بخارا گزارش تهیه بکند، بعد برای سروزیر میفرستد، سروزیر یک شهروند عادی فریاد میکند، جیغ میزند و استنتاق یا دپراس میکنه که چرا تو مثلا درباره مسائل سیاسی صحبت میکنی، چرا درباره شکست روسیه در برابر اون زمان دولت عثمانی صحبت میکنی. یعنی ببینید تا چه درجه حکومت بخارا یک حکومت کارناشایان بود که یک سفیر مید یک هیچ کارگری نیست، یک کارگر سفارت خوشبگی رو مجبور میکرد تا اینکه شهروند خودش دپراس کنه. بعد از خنده‌آورش چی است؟ گفت شما گفت صحبت‌های سیاسی میکردید. یک دومش درباره غلبه دولت عثمانی علیه روسیه درباره صحبت میکرد. گفت اینکه خرسندی میکرد که عثمانی ها بالای چه روس ها غلبه دارن، مثلا بعضی جنگایی که در بالکان شده بود اون. بعد سودانی گفتن که من یکم کس رفت آمد ندارم، صحبت سیاسی اون سو استفاده من تماما صحبت عادی هم مثلا خوشم نمیاد به اون کس کنم. و رفته از مدرسه پرسید از بچه‌ها که با مدرسه با من همسنی هستن رفت آمد میکنن. بعد که به فطرت رفت آمد داره، گفت عبدالرؤوف فطرتی که این زمان شخصیت چی بود مشهور بود. گفتم که نه، گفتم من سودانی من با اون رفت آمد ندارم. بعد گفت که به کتابخانه معرفت میروید. این کتابخانه معرفت چی بود؟ وقتی که اینها دیگر دیدن تاثیر گزیته دیدن بخارای شریف و تهران وقت بستن، باز همین استاد میگن که یک چیز تشکیل کردیم، میگن کتابخانه معرفت تشکیل کردیم. کتابخانه بود لیکن گزیته‌ای که از استانبول می اومد اون زمان، از بهچسرای، از قریم می اومد، از تاتارستان می اومد، اونجا میگرفتن دیگر اعضا میشدیم دیگر میخوندیم و استفاده میبردیم. این بعد بستن گزیته چی است؟ بخارای شریف. این گفت که کتابخانه معرفت رفت آمد داره. استاد گفتن که بله. من گفتم کتاب دوستم، کتاب میرم بخرم، قلم میخرم، دفتر میخرم، کاغذ میخرم، لیکن اونجا من یکون نشستی سیاسی ندارم، به اینکه از چیزی سیاسی صحبت نمیکنم. بعد گفت که نام شما برای چی خیر باشد در روی خط انسانایی که سیاست گپ میزنن هست. بعد استاد میگه که من سببش البته نمیدونم برای چی هست. یعنی که میگن واقعا نویسان میگن احتمال زیاد است که گزیتخوانی من به سیاست صحبت کردن چیکار ربط داره است. یعنی دیدن که مردم گزیت میخواند چیکار گفتن که این آدم سیاسی است. بعد این گفت است که سبب معلوم شد. خوش بگی یعنی سبب معلوم شد. شما چه گزیت میخواید یا برای چی گزیت میخواید؟ تصور کنید سروزیر یا دولت میگه که شهروند دادی چرا تو گزیت بخون؟ بعد دوستا گفتن که خود گزیت خوندن کار ممنوع است. مگر یعنی جوابی اگر ببینیم مسعودیان خیلی زیرکانه است، باید ممنوع است. گزیت ها گفتن در مطبعه های روس چاپ میشود، از دست سنزور روسا میگذرد، بعد اون پشت روسی خودش به خونه مردم تقسیم میکند و چیزا در بخارا مثلا اون نسخه میآید، هزارها کس میخونند مثلا. یعنی که برای من چه ممنوع بود از گزیت خوندن. من از دیگر بخارا دیگر شهروندان چی فرق دارم؟ مثلا که گزیت خوندن برای من ممنوع است. من که خیلی شما مولای مشهور هستید، یعنی که بهانه خوشبگی چی است؟ خوشبگی سروزیر. شما مولای مشهور هستید، میگن اگر شما گزیت خوانید دقت دیگر رو جلب میشود، شما کتاب خوانید بهتر است. یعنی ببینید که توشی درجه عقل انسان رو مصادره میکنند. اینو عقل، یعنی که اون چیزی که من میگم فقط همون نخوان، همون بیرون نرو. گزیت چی در کار برو؟ تو کتاب خون. حالا شاید که معایب که کدام کتاب خوندنش همه کتابا رو اجازه نمیدید. خب گفت شما کتاب خوانید به شما مناسبش همین است. استاد عینی گفتن که قرآن و کتاب‌های دیگر من در وقت خودش میخونم، نوبت به نوبت هر یک بهش میخونم. گفتم خب من بسیار مطالعه دوست می‌دارم، تلاش میکنم به همین چیزا عشق دارم برای مطالعه کردن مثلا گزیت و کتاب‌ها. اگر یک روز اگر من گزیت نخونم من به بیماری خفقان دچار میشم. گفتم بعد خوشبگی بعد این جواب میگه کمتر خندید. گفت که اینطور باشد، نبینه یه درقت یک مسخره است. میگه که خب اینطور باشد اگر اقلا بعد از جنگ تمام شدن بعد گزیت خونه تا تمام شدن جنگ برای چی؟ برای اینکه این در گزیت ها چی شاید که از اون مغلوبیت روسیه گپ میزنند، برای اینو نمیفرد این چیزی. برای استاد گفت که شما نه درباره چی گپ زنید، بعد از جنگ تمام شدن با روسیه صحبت کنید، گزیت خونه بهتر است تا وای گزیت نخونید. باز اون چی یعنی که نمود تحجر یک عقل‌های مغزای سنگین است که چی نمیخواد که انسان‌ها یگان اطلاعی پیدا کنن، نمیخواد که انسان‌ها پیشرفت کنن. بعد استاد گفتن که آخه من چند گزیت و چند مجموعه مثلا چی در این گزیت‌ها من ابونه هستم. شما میدونید که ابونه چی من خوانم در خوانم بالا من خانم میبرد چیز من پیش که پولش داده هستم.
میدونید مثلا حاضرم های بفکرم وقتی گزیت چاپ میشد مثلا میره شما آبونه میشد یک سال برای شما یعنی 12 ماه برای شما گزیت چی میکنن دسترس میکنه خودی پشت گفتم من از خانم نخونم خانم گزیت میگه چیکار پلش دادگیم پشت آورده میتاد ببینید اون وعده داد نمیتونم که من دیگه گزیت نمیخونم چون گزیت خونه من ببیار بعد گفت که تو کدوم گزیت تو مجله آبونه هستی گفت چی میخونی تو گفتم که خیر گزیت تو که مقصد چی است میبدم جو اکثرش مثلا آبونگی دارم بعد میگه خودش با از زیر زانوش یک ورق براد گزیت براد گفت که نه اما همه خیلی گزیتو میآید خودش مثلا لیکن من نمیخونم یعنی گفته است که منم خیلی که نمیخونم چم نخون بگذار آبونه شو لیکن نخون گزیت انتصاب که این شخص دومی همون دولت امارات بخارا است که به یک شهروند خودش که گزیت میخواند در میخوام به معامله میکنن و او را همچون متهم کنن برای چی شما صحبت‌های سیاسی داره برای اینکه عثمانی ها در بعضی نبردها و روس ها رو مثلا مغلوب کردن خرسندی کردید چاپ کردید در گزیتتون یا در گزیتتون که همیشه چاپ کردید از آورده بین مردم نشر کردید به جای گزیت گفت کتاب خوانید گفت حالا گزیت خوانده نیستید گفت یعنی که میخواست که عقلی چیه ملا صدر عینی چاپ کند مصادره کند برای ملا عینی گفت که این برای تو ممکن است این برای کودک باشن این برای تو ممکن است این برای تو ممکن نیست کتاب خوان گزیت نخوان یا تا جنگ تمام شد گزیت نخوان یعنی همین طور اینکه خودشون چه میکنن شرمنده میکردن بعد دوستان میگه همین کتی میگن همین استنتاق تمام شد من برام رفت یعنی اینجا خلاصه کردم ممکن است که این صحبتی که بین استاد عینی و خوشبگی شد دل برام میکند که چقدر از مطبوعات و رسانه میترسن اونها چقدر از باسوادی مردم میترسن که تو ببینید یک مولای گزیت خانه آوردن استنتاق کردن با چند طلبه دیگه بالا فقط برای خاطر اونکه اونها گزیت خان بودن فقط برای اینکه همون چی کتابخانه معرفت تشکیل کرده بودند و از اونجا مثلا گزیت‌های نو که دیده وقتی که یک من کردن مردم دیگر چی رفتن دیگر بیرون گزیت وقتی که در بخارا من شد رفتن گزیت‌هایی که در ترکیه چاپ میشد در اون زمان در ترکیه عثمانی یا در بهچه‌سرای اونجا مثلا در قریم مثلا مسلمانان فعال بودن در تترستان هم فعال بودن از اونجا دیگر چی همه چیزا استیراد میکردن